پیامدهای جهانی معاصر به اقتصادیات کشورهای جهان از جمله به رشد اقتصاد ملی، گردش سودای خارجی، قرب اسعار، اینچنین به فعالیت کارخانه‌های صنعتی و مؤسسه‌های خدمت‌رسانی تاثیر منفی خود را رسانیده می‌تواند. این نقطه را به اینابت گرفته دولت و حکومت تاجیکستان خاصه سرور دولت محترم امامعلی رحمان همیشه ضمن سخنرانی‌هایشان تاکید می‌نمایند که ساکنان مواد غذایی را برای 2 سال ذخیره و پیش بینی نمایند. دستور سپارش‌های رهبریت عالی کشور و ساکنان ولایت ما سرمشق کار و پیکار خود قرار داده همساله در فصل‌های تابستان و تیر ماه مواد غذایی را ذخیره می‌نمایند. در این کار نیک سهم زنان و مادران ولایت بسا کلان است. طبیعی است که در روند دیگرگونسازی‌های جامعه پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان تازه جوان و صاحب استقلال مادران و خواهران ارجمند نقش مؤثر دارند. زنان و مادران ولایت ختلان نیز در قطار دیگر ساکنان مملکت در پیشروی و ثبات جامعه در رشد و انکشاف ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق سهمی ارزنده را کسب کردند. آنها در برابر تربیت فرزندان سالم و صالح، سهم در کارهای آبادانی و سازندگی به کار خانه، احیای هنرهای مردمی، استفاده زمین‌های نزدیک‌حولگی، آماده کردن محصولات برای ذخیره زمستان، خلاصه زنان ولایت ما در همه کار قادر بوده بهر آبادی و گلگلشکوفی وطنی عزیز و پیشروی جامعه نوین ما جهد و تلاش می‌ورزند. امروزها بعد عملی نمودن هدف استراتژی مملکت تامین امنیت آذوقه‌واری و فراوانی بازار استعمالی مملکت و دسترسی دائمی به مواد غذایی ساکنان کوشش می‌نمایند که از محصولات استحصالی خود از زمین‌های نزد حولگی خود مربا، افشوره، جم و صدها قطعه کنسروهای گوناگون را تیار نمایند. گرچند که این کار در شرایط خانه مشکلی به بار می‌آورد، لیکن زنان و مادران چیره دستی ما تمام کوشش و غیرت خود را روانه کرده از اصول‌های بهترین کنسرو کنانی استفاده می‌نمایند. این اصول کار و ذخیره کنانی میان مردم ما خیلی پهن گردیده است و زنان و دختران هنرمند از عهده این کار با پرگی میبرایند. یک نقطه قابل ذکر است که اکثری زنهایی که در خانه در شرایط خانه کنسرو تیار میکنند به یک خطایی راه میدین و امروز ما میخواهیم که همین رو برای شما گفته باشیم و من همین سرپوش‌هایی که ما در وقت کنسرو کنانی استفاده میبریم دو نمود میشود. یکی داخلش من همین خیلی سفید میشود و نمود دیگرش درونش زرد میشود. سرپوش‌هایی که درونشان زرد هستند تنها برای افشوره استفاده کردن ممکن است، لیکن من همین سرپوش‌هایی که درونشان سفید هستند آنها رو ما میتوانیم هم در افشوره کردن، هم در مربا پزی و هم در کنسرو کنانی استفاده بریم. این یکی از نوع‌های عالی من همین سرپوش‌هایی هستند که ما میتوانیم از آنها پوره استفاده کرده باشیم. از سبزیجات پومیدور، بودرینگ، مثلا کرم، از میوه‌ها زردآلو، شفتالو، چی نمود میوه‌ای که هست ما با نمود کنسروانی اونها رو برای گذراندن زمستانمون ذخیره میکنیم. این چنین در زمین‌های نزد حولگیمون به مانند کدو دیگر چیزها رو هم ذخیره میکنیم. میوه‌ها رو با واسطه خشک‌کنیدن نیز خشک میکنیم و برای زمستان گذرانی آماده می‌بینیم. باید تاکید داشت که فراوانی بازار استعمالی مملکت پیش از همه برای تامین نمودن ترقیات استوار ساحه کشاورزی، بلند برداشتن ثمراناکی ذخیره‌های آب و زمین، انکشاف ساحه تخمی پروری توسط استفاده تکنولوژی حاضر زمان و استفاده اگرتکنیک فراوان حاصلی زراعت نیازی اول به عمل برآورده می‌شود. استفاده مقصدناک زمین‌های نزدیک حولگی و از آن رویاندن حاصل فراوان محصولات گوناگون در برابر استفاده تر و تازه همزمان ذخیره کنانی آن برای دوره زمستان، رشد چارواداری و پرنده پروری و زنبوری عسل پروری در شرایط دهات میتواند به مراتب کم گردیدن وابستگی از بازار، همچنین برای غنی گردیدن بودجه هر یک عائله مساعدت نماید. ساکنان ولایت ما در برابر زمین‌های خواجگی‌های دهقانی، قطعه‌های نزدیک حولگی و یاری رسان را ثمراناک استفاده کرده با به دست آوردن حاصل ده‌های محصولات در برابر تامین فراوانی بازار استعمالی، همزمان قسمت معین آن را جهت تامین احتیاجات خود در فصل‌های زمستان و بهار ذخیره می‌نمایند. در برابر محصولات‌های کنسروگی همچنین غله‌دانگی‌ها از قبیل برنج و گندم و لوبیاگی‌ها از قبیل نخود، موش، لوبیا و دیگر محصولات‌ها نیز در ظرف‌های مخصوص ذخیره کرده می‌شوند. امروز هر یک خاندان تاجیک درک می‌کند که با در برابر آب و هوای مساعد جمع‌آوری نمودن حاصل، غنداشتن تمام محصولات‌ها از زمین و ذخیره نمودن آن مسئولیت هر یکی ما می باشد و این سهمگذاری البته برای تامین زندگی شایسته و تامین امنیت خوراکواری کشور است. در برابر کنسرو کنانی ساکنان از غله‌دانگی‌ها به مانند برنج، گندم، نخود و لوبیا، نسک و موش، کدو، پیاز و کارتوشکا و دیگر سبزیجات را ذخیره می‌نمایند.
اکثر ساکنان این رستنی‌ها را در زمین‌های نزدیک حولیگیشان کاریده از آنها حاصل خوب می‌گیرند که برای نه تنها 2 سال بلکه از آن هم زیاد می‌رسد. متخصصان ساحه تندرستی بر آن عقیده‌اند که استفاده غذای سالم اساس سالمی هر یک شخص و به پیشگیری یک قطار بیماری‌ها مساعدت می‌نماید. مخصوصاً در هوای سرد زمستان ارگانیسم انسان بیشتر به ویتامین‌ها نیاز پیدا می‌کند. از این لحاظ در موسم پخته رسیدن میوه و سبزیجات استعمال تر و تازه آن به ذخیره ویتامین‌ها در ارگانیسم انسان مساعدت کرده. کنسرو و میوه خشک این میوه‌های و سبزیجات در فصل سرما نیز به انسان‌ها قوت و درمان می‌بخشند و هنگام کنسرو کنانی فایده آنها گم نمی‌شود. در این برابر کنسرو کنانی هم به بودجه عائله فایده می‌آورد و هم بازار استعمالی ساکنان را غنی می‌گرداند. در فصل زمستان برای هر یک ما ضرور است. غذای سالم عبارت است از ویتامین‌هایی که برای تنصیتی ما خدمت می‌کند عبارت است. از جمله می‌توانند مردم حاضر گندم، لوبیا، نخود، نسک، کنسروها. معلوم است که در زمستان بعضی موادهای استحصال نمی‌شوند. در همین لحظه ها ما می‌توانیم اما کنسروهایی که تیار کرده هستیم همون را استفاده بریم و ارگانیسم خود را بایگردانیم. با اطلاع خود ساکنان عائله ها از اول موسم سر کرده کنسرو کنانی را آغاز میکنند و تا آخرهای تیر ماه آن را ادامه داده تا 500-600 قوطی کنسرو تیار میکنند. ما طی سالهای اخیر مشاهده میکنیم که بیماری بوتولیسم محض از کنسروهای گوناگون به عمل آمده سلامتی انسانها را در خطر میگذارد. فراموش نباید کرد که برانگیزندگان این بیماری محض در شرایط بی‌هوایی که داخل بانک‌ها دارند پیدا میشود. از این خاطر تاکید می‌نماییم که هنگام کنسرو کنانی تمام راه و واسطه‌های درستی آن باید حتما استفاده شود. امسال که سال میوه و سبزیجات است، یعنی آنها در بازارهای ما خیلی فراوانند و با نرخ‌های دسترس می‌توانیم از آنها ثمراناک استفاده کرده هم احتیاجات عائله خود و هم بازارهای استعمالی ساکنان ولایت را با این محصولات بایغنی گردانیم. تاجیکستان بیشتاسای ما مکان میوه‌های شهدبار و سبزیجات‌های از جهت اکولوژی تر و تازه میباشد. همه سال زنان و بانوان ولایت ما کوشش می‌نمایند که از محصولات خانواده خود، از محصولات حولی خود، از میوه و سبزیجاتی که در خانه در حولی‌ها می‌کارند، صدها قوطی بانک‌های کنسرو بهر ذخیره زمستان آماده نمایند. همیشه سرور دولت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید می‌نمایند که ما باید ذخیره 2 ساله خود را همیشه آماده کرده باشیم. در نتیجه زنان و بانوان خطلانی تا 400-500 قوطی کنسروها آماده میکنند و در زمستان به اهل خانواده خود استفاده میکنند، زیاتی را به بازار برآورده زندگی خود را سامان میبخشند. حسنزاده گلیزار، امامعلی شریف، نمازعلی ارگش، مخصوص برای برنامه هفروزی خطلان.